سلام دوستان، روز خوش. هستم خدمتتون با یک کلیپ امروز تحلیل فاندامنتال و اساس دیتایی مهمی که امریکا قراره امروز ساعت 4 به وقت ما اعلام بکنه. میریم روی چارت. اول از کریپتو شروع میکنیم. روی چارت روزانه بیت کوین هستیم. همطور که میبینید دوستان، ما این 3-4 روز گذشته تونستیم یه روند نسبتاً صعودی طبق تحلیلایی که من خدمتتون داشتم دقیقاً طبق همونا عمل بکنه و حتی اگر یادتون باشه من یه عکسی رو اول هفته به عنوان پیش بینی، یعنی اینجا بودیم، به عنوان پیش بینی براتون گذاشتم تو همه کانال‌ها و کامیونیتی ها. این رو عکس رو گذاشتم که این مسیر بیت کوین میتونه باشه تا کجا، تا نهایتا این مووینگ های روزانه 25 20 50 25 و 50 اولوش 60000 59 تا 60000. و تاکید هم کردم زیر عکس که من تعداد کندل ها مد نظرم نیست، میتونه کم یا زیاد بشه، میتونه کنتر حرکت کنه یا تندتر حرکت کنه، تعداد کندل ها کمتر بشه، ولی مهم برای من این مسیره که بره مطابق با تکنیکالی که ما بررسی کردیم و میبینید که همون اتفاق افتاده و تقریبا همین قرمز هم ما داشتیم. اجازه بدید من عکس رو یک لحظه با هم بیاریم چک کنیم. خب دوستان، همین که میبینید این عکسیه که من از پیش بینی گذاشتم از اینجا. الان فکر میکنم تو این موقعیتیم، یعنی این قرمزه همینه، اینجا رو بالا میریم، یعنی ما 55423 رو تقریبا رد کردیم. اینجا 55423 اینجاست، دقیقا این 55400 خورده ای رد کردیم که از این نقطه بوده، این بالا رسیدیم تقریبا 58000. یه برگشتی رو تقریبا بعد این فیر ولیو گپ رو اینجا پر کنیم و مجددا امروز هم که خبر داریم قطعا تو این مسیر به سرعت کمکمون میکنه. من این کندل بزرگ رو به خاطر همین خبر گذاشتم اینجا و استمات هم این بود که میتونه سرعت بده. فعلا که طبق پیش بینی ما این حرکت کرده و داره به سمت بالا میره. به حال این تو تایم روزانه بود و هدفش کجاست؟ هدفش فکر میکنم طبق تحلیل ما باید این 50% تا 60% این لگ نزولی ما باشه که بارها اینو خدمتون گفتم، 58800 خورده ای تا 60650 یا 700. حالا خبر امروز به شدت چون مهمه و مهمترین روز نیمه دوم سال 2024 هستیم، قطعاً تأثیر خیلی خیلی زیادی رو مخصوصاً موقع خبر توی مارکت میتونیم ببینیم توی فارکس و کریپتو. و توصیهم به دوستان اینه که معامله بازی نداشته باشید. الان هولوش ساعت 10 دقیقه به 2 ساعت دیگه 2 ساعت و ربع دیگه خبر اعلام میشه و به شدت نوسان خواهیم داشت. خواهشاً قبل از خبر پوزیشناتون رو ببندید و فقط نظاره‌گر باشین تا کسب تجربه کنیم. روش ترید در خبر متفاوته که حالا شاید آخر کلیپ رسیدم بهتون گفتم که به چه صورت، اونم 50-50 بگیره یا نه، ولی روش جذابیه، میتونید سود خوبی ازش کسب بکنید. در تایم روزانه بیت کوین هستیم. همونطور که میبینید یه برگشتی رو از دیشب زد. میریم تو تایم فریم پایینت. اول 4 ساعته رو من خدمتتون بگم. طبق انتظار و طبق آموزش‌های که من خدمتتون دادم همیشه گفتم هر مووینگی، الان تایم 4 ساعته و روزانه خیلی مهمه، 4 ساعته و روزانه، هر مووینگی قطعا ما یه برخورد بهش داشته باشیم یه ریجکتی خواهیم دید و برای اسکلپ بسیار بسیار خوبه و میتونیم ازش یک کسب سودی بکنیم. تو 4 ساعته هم تو که میبینید این کندل چکشه. وقتی ما شادو بلند داریم معمولا قیمت میاد 50% شادو رو پر میکنه و مجدد برمیگرده بالا. همینطور که میبینید این 50% هم پر کرد و مجدد داره به سمت بالا میره. میریم تو تایم فریم کوتاه‌تر. بله، خب طبق استراتژی طلایی ما اینجا که با مووینگ 4 ساعته برخورد کرده بود، بلا فاصله شما این پوزیشنی که من خدمتون عکس گذاشتم توی کانال نگاه کنید، من همین جاها بستم، یعنی دیدم داره به مووینگ 4 ساعته نزدیک میشه، بستم و همون 100 خورده درصد رو به من داد توی پوزیشن بیت کوین و اینجا برگشت بالا. منتظر شدم که اینجا پوزیشن نگرفتم، منتظر شدم برگرده بالا. این چاک اینجا اتفاق افتاد. وقتی اتفاق افتاد خب بر اساس استراتژی ما این میشه نقطه ورود ما. اینجا میشه نقطه ورود ما که بهتون گفتم پوزیشن بگیرید و داشت برمیگشت به سمت پایین. سریع اعلام کردم که دوستان
ریسک فری کنید، چون این سقف رو نزد و برگشت پایین. من این ذره نگران شدم، یعنی داشت برمیگشت. نوشتم که دوستان ریسک فری کنید که یه موقع بر نگرده ضرر بشه، حداقل نقطه ضررمون بیاد روی ورود یا حداقل سود اینجاها مثلا، که اگر برگشت و زد حداقل یر به یر خارج شیم دیگه، کمیسیون در رفته یر به یر خارج شیم، نه ضرری کرده باشیم نه سودی. ولی هنوز اتفاق نیفتاده. حالا توی تایم فریم کوتاه‌تر چون سقف شکسته توی 1 دقیقه، من چک کردم دیدم این میتونه تخلیه این لگ باشه و حتی می‌خواستم اینجا وارد پوزیشن بشم، ولی بازم به دلیل اینکه این سقف رو رد نکرده به سمت بالا، بازم یه مقدار تردید داشتم و وارد نشدم. اما منتظرم ببینم این برخوردش نسبت به این سطح چیه، میتونه بره سقف خودش رو رد کنه یا نه. این از بیت کوین و تاثیر خبر روی بیت کوین. امروز تاثیر به شدت بر اساس پیش بینی ها، نه داده ها. داده ساعت 4 اعلام میشه، دقیق رأس ساعت 4، ولی بر اساس پیش بینی ها خبر به ضرر دلار و به نفع بیت کوین و طلا، به نفع مارکت کلا، به نفع هر آن چیزی که مقابل با دلار هست. پس ما اینجا میتونیم تصور کنیم که اگر خبر مطابق پیش بینی ها اعلام شه، ما این لگ سعودیمون رو که گفتم تا اینجا میتونیم بریم، به شدت میتونه اینو ساعت 4 تیک کنه و از اونجا ریجکت شه پایین طبق تحلیل ما. اینجا کجاست؟ اینجا همون 50% لگ اصلیمونه، به علاوه اینم میدلاین کانال اصلیمونه. پس اینجا میتونه و همینطور من اینو روزانش کنم. ببینید مووینگ های ما هم اونجا منتظر پول بک به مووینگ هم هستیم. ما مووینگ ها هم دقیقا تو این ناحیه است. میتونه این خبر باعث بشه که این به سرعت، اولا که خبر تا میاد یه شادو پایین میزنه، سریعا شادو میشه، یعنی اینجوری یه نخی از خودش باقی میذاره و به شدت میره بالا تا اون جایی، تا این سقف، این تا میدلاین کانال هم احتمال داره بره تا اینجاها بره، یعنی هولوش 60700 و از اونجا دوباره ادامه مسیر رو دیگه حالا یه مقدار اینجا رو تعلل میکنه، بعدش دیگه به سرعت میریزه، یعنی بدونن که نتیجه خبر دیگه تخلیه شد، تموم شد، دیگه فروشنده زیاد میشه تو بازار و به سرعت ریزش میکنه که اینجا باید شما بعد از خبر منتظر ریجکت تو این منطقه باشیم. مووینگ ها رو روی چارتتون داشته باشید، میدلاین کانال رو روی چارت داشته باشید. من توضیح دادم کانال به چه صورته، تو کلیپ ها میتونید برید ببینید. یک بار دیگه هم سریع خدمت دوستانی که تازه به جمع ما اضافه شدن بگم، کانال 2 تا سقف نیاز داره، یک کف، یا 2 تا کف یه سقف. ما اینجا 2 تا سقف زدیم با یک کف. اولین سقف، بالاترین سقف، 1 2 دومی و سومی نه، به چهارمی متصلش کردیم، یعنی اولی به چهارمین سقف. کفمون هم به این شادو، این شادو رو میگیم شکست فیک، اون رو فعلا اعلام نمی‌کنیم. دلیلش اینه که وقتی اینجا قرار میگیره کف، میدلاین ما بیشترین واکنش رو ما در این نقطه میبینیم بهش. اجازه بدید من اینجا مثلا زوم کنم. ببینید بیشترین واکنش ها رو ما در اینجا به میدلاین کانال میتونیم ببینیم. پس این کانال رو داشته باشید توی چارتتون. من قبلا هم توضیح دادم که به چه صورته و اینم تارگت نهایی ما. انشالله که بر اساس استاتیکش 42 تا 44000 باشه. اگر داینامیکی باشه میاد بین 36 تا 38000 که سابقه تجربه قبلی گفته که این رنج عین همین رنجه. میگه داینامیکیه، یعنی این اومد یه نیشی به همین تارگت داینامیکی این رنج زد، مستقیمش رو رد کرد، یعنی استاتیکیش رو رد کرد، اومد به داینامیکی و کانال موربش، اسمارت مورب، نیش زد. اینم احتمال داره اینجوری اتفاق بیفته. پس این در بیت کوین امروز خیلی خیلی حواستون باشه. میریم روی طلا. اجازه بدید بیارم طلا رو. کسانی که توی فارکس و بروکر فعالیت میکنن خیلی خیلی حواستون باشه که امروز به شدت میتونه مارجین کال بکنه. خیلی از معامله گران بی تجربه رو امروز میتونه مارجین کال کنه و میلیون ها دلار امروز لیکویدی و مارجین کالی داریم سر این خبری که قطعا امروز اعلام میشه. خب توی تایم روزانه طلا هستیم. همونطور که میبینید دیشب بعد از برخورد با مووینگ 25 روزانه
پریروز برخورد کردیم باش در اینجا بعد از این سقوط اومدیم بهش برخورد کردیم و هولوش 4500 پیپ ریجکت شدیم بالا. و کجا جلوی این ریزش رو گرفت؟ سقف تاریخی طلا که ما از این سقف هنوز تجاوز نکردیم بالاتر در طول تاریخ طلا. این سقف مجددا جلوی صعود طلا رو گرفت و اینجا ریجکت شدیم پایین. برای ورود به معامله اگر امروز خبر نبود ما میتونستیم الان هم همین اتفاق داره میفته. اینو توضیح بدم خدمتون. اگر اینجا چوک اتفاق افتاد، این آخرین کف واضحیه که ما قبل از صعود داریم. اگر این کف رو بتونه بشکنه که در تلاششه و فکر میکنم میشکنه، بتونه بشکنه، اون موقع ما طبق استراتژیمون میتونیم وارد بشیم این سقف و این کف که تا هر جا که خواست تغییر مسیر بده بره بالا بعد از چوک، میتونیم در این ناحیه باش وارد معامله بشیم، بیایم تا پایین تا قبل از خبر 5 دقیقه 10 دقیقه قبل از خبر بعد ببندیم. حالا نحوه ترید توی خبر به چه صورته؟ دوستان من این نکته رو اول بگم. طلا طبق تکنیکال ما تحلیلش کردیم، چندین بار تحلیل کردیم، یه جا انحراف داشته از تحلیل ما، ولی طبق تکنیکالی که ما خدمتتون گفتیم امروز خیلی متفاوته، خارج از تحلیله، چون به شدت تاثیر مستقیم روی دلار و طلا داره این خبر، به شدت که طبق پیشبینی ها، اگر پیشبینی ها درست باشه، پیشبینی کارشناسای برجسته دنیا، که اگر درست باشه خبر میتونه به ضرر دلار و به نفع طلا و مارکت کلا بیت کوین، کریپتو و فارکس باشه، نمادهایی که مقابل طلا هستن، اگر پیش بینی درست باشه. خب اگر پیش بینی درست باشه انشالله طلا میتونه سقف تاریخی مجددی رو بزنه و احساس میکنن تا 2550 هم جا داره امروز بالا بره اگر خبر به نفع طلا باشه و از اونجا دوباره ریجکت پایین و ادامه مسیر تکنیکال. یعنی شما اگر اینجا رو رفت بالا و اومد پایین، این یه تیکه جز تحلیل ما نخواهد بود، مجدد برمیگرده طی مسیر تکنیکالش رو انجام میده و این تاثیر و پتانسیلی که در خبر هست آزاد میشه تو این محدوده و مجدد برمیگرده پایین. برای ترید کردن خبر دوستان من همیشه میام یه محدوده ای رو، مثلا یه کفی، الان فرض کنیم ساعت 10 دقیقه به 4 اینجاست قیمت، میام یه محدوده ای رو اینجا، مثلا یه کف حمایتی خوب رو اینجا پیدا میکنم، عددش هم هست مثلا 2500 که یه عدد رندم هست و واقعا حمایت خیلی خوبیه. میام یه اوردر بای لیمیت اینجا میکارم رو 2500 2501 با حد ضرر کف بعدی، با حد ضرر اینجا میخوابونم و چون خبر مثبت همیشه اینجوریه، همیشه خبر مثبت اینجوریه که اول یه شادو به شدت پایین میزنه، یعنی وقت قیمت اینجا باشه به شدت یه شادو پایین میزنه و سریعا میره بالا و اینجا دیگه بازی میکنه و برمیگرده تو مسیر اصلیش. احتمال داره این شادو بتونه من رو، پوزیشن منو فعال کنه بره، وگرنه من هیچ موقع توی تایم خبری باش هر چی هم حد ضرر تو پایین بذاری اون شادو میاد شما رو میزنه یا مارجین کالت میکنه یا با ضرر سنگین شما رو خارج میکنه و نمیتونی هم خارج شی، چون انقدر سرعت بالاه که شما نمیتونی توی این مسیر خارج شی و باید بشینی فقط نگاه کنی که دلار داره از حسابت کسر میشه. بس بهترین کار اینه که پوزیشن وا نکنیم، خواستی هم با کنین 50-50 این روشی که این استراتژی که من میگم 50-50 ممکنه بیاد شما رو سوار کنه، ممکنه سوار نکنه، حداقلش اینه که ما ضرری نکردیم. امیدوارم موفق و مؤید باشید. منتظر میمونیم بعد از خبر، حتما بعد از خبرم یک کلیپ تهیه خواهم کرد. خدا نگهدارتون.